أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فتبعت يا ربي هداك. فتبعت يا ربي هداك. أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني. أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني. وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يداك. وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يداك. يا من قلبي من دعاك. أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فتبعت يا ربي هداك. فتبعت يا ربي هداك. بهداك ربي أنعم ومن المتاعب يسلم. بهداك ربي أنعم ومن المتاعب يسلم. به نام جهاندار جان آفرین، حکیمی سخن در زبان آفرین. سپاس و حمد بی حد مر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. السلام علیکم حضور محترم، برادران عزیز و گرامی. همه شما را و خاندان برادر گرامی ما که جمشید در یک محفل که هم یاد بوده از پدر و هم ختم سوری زنده کردن سنت از پیامبر دعوت نمودند. از نام خودم، از نام استادمان اکیداملا محمد الله و برادرانی که همراه ما هستند تبریک و تهنیت میگویم. و از آن خداوندی که ملک از آن اوست، آن خداوندی که حیات ما ممات ما در ید قدرت اوست، آن خداوندی که در هر یک لحظه هر چی خواهد انجام میتید، کسی را نمیپرسد. خواهان او هستم که خداوند این فرزند عزیز به نام جعفر، خداوند ایمانی کامل و عمر دراز و از جمله فرزندهای گرداند که سیرت نیک، رفتار نیک و همه خوبی هایی که در دنیا وجود داشته باشد خدا شامل حال این جعفر گرداند. و به این لحظه های خرسندی هر کسی که در دل خود تمنا داشته باشد خدا موفق گرداند. و این پدر هم خداوند رحمت و مغفرت گرداند. برادران عزیز و گرامی، شیخ سعدی می گفت
ما را بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. در مردم تاجیکی ما یک مقاله هست، میگویم با یک تیر دو نشانه زدن. یعنی الحمدلله که در این لحظه که ما حضور داریم هم غذای مادی و هم غذای معنوی. مادیات آن چیزی که در نزد ما حضور دارد، در نزد ما وجود دارد. معنویات آن چیزی که الحال صدا داده ایستاده است. فتح موصلی که ما چه بزرگهای خوب داشتیم، افسوس که از بین ما و شما خداوند میگه قلیلا ما تذکرون، بسیاری از شما کم نفرهای در دنیا هستند که عبرت بگیرند. کم. به خاطر آن که اینقدر عزیزان خدا داریم، اینقدر نصیحت های زیبا کردن، اینقدر دستورات های خوب دادن، اینقدر راهنمایی های بهترین کردن، افسوس که برای اینها گوش کننده یافتن بسیار قیمت است و اینها را قبول کردن از جانب مردم خیلی و خیلی غفلتانه و بی‌پروایانه هست. و الا اگر در هر کتابی که اونها تصنیف کردن، باور کنیم برادر عزیز، میگم به قدری زرگر میرسد. اونها به خون جگر اینها را تصنیف کردن، روی ورق آوردن تا ما به آن چیزی که از ایشان میشنویم حیاتمونه، ساعت حیاتمونه به او مطابق گردانیم. فتح موصلی میگفت اگر انسان 3 روز به غذای مادی ماند هلاک نمی شود. ما این در تجربه دیدیم. چندین زمین لرزه هایی که در دنیا شد، کودکای خرد هفته ها گذشت زنده یافتنشان، ماه ها گذشت نفرهای را از زیر همون امارت های چپه شده حیات دریاب کردن. فتح موصلی میگفت اگر 3 روز انسان نخورد نه آشامدم، حیاتش باقی زنده میماند. ولی اگر 3 روز از معنویات اگر انسان عقب ماند، دور ماند، گوش نکند، هر آینه قلبش هلاک می شود. از این خاطر برادران عزیز، شیخ مصلح الدین سعدی بزرگوار می گفت خوردن از بحر زیستن و ذکر گفتن است. تو معتقد که خوردن از بحر زیستن است؟ اگر تو گفت بنده خدا همین قدانی که مادیات فقط برای حیات است، گو من استاد تو شده به تو میگویم که تو اشتباه کردی، تو غلط کردی. زیرا که خوردن بزرگان میگفت البته 2 پهلو دارد، 2 جنبه دارد. یکی این که حیات بردوامیش به خوردن است، انسان نخورد هلاک می شود. ولی جنبه دیگری او شیخ سعدی گفت ذکر گفتن است. در دنبالش باز ما یاد آن پروردگار که این نوش و نعمت برای ما رنگا برنگ کرد، زیبا کرد، لذت داد، او ذات باید که ما در دنبالش یاد کنیم. خدا می گفت فلینظر الانسان الی الطعام. خداوند از بالای 7 طبقه آسمان و زمین به این انسانی که شیر خام خورده است گویم اشاره دارد که ای انسان در طعام نظر کن، اون چیزی که میخوری نظری در طعام بکن. فلینظر الانسان الی الطعام ان صببنا ماء صبا، ان صببنا الماء صبا. خدا میگه اینهایی که میبینین رنگا برنگ، همه اینها پروردگار میگوید از ریختن آبی که من از آسمان او را در زمین میریزم
بعداً این دسترخوان‌های شما این رنگا برنگ و این نوش و نعمت‌های هر گونه را پیدا میکنن. خلاص هرگاهی که انسان در هر یک نعمت خدا که باید نظر کرد، حتمی باید که چگونه که خدا را شکر میگوییم، انا همین برای ما و شما همون نعمت شکرگزاریش است که خدا را شکر. اگر ما به شرطی که این از یادمان دور کنیم و هم تا چیزی باشد خوردیم و در دنبالش این عزیزای خدا دعای کردن که الحمدلله الذی، ولی یک کس گویند دعا کن، بعد میگن الحمدلله الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین. قدر دعای خوشرو پیشینی های ما برای ما و شما تعلیم دادن که میگوییم حمد و ثنا از برای تو ای خدایی که از گوناگون طعام ها برای ما دادی، از گوناگون نوشاکی ها نوشانیدی و از همه بالا این که خدا را شکر که ما را مسلمان گردانیدی. اگر این ما در دنبال طعام گوییم این شکرگزاری می شود. اگر از خاندان برادری ما جمشید آب و نان میخوریم و حتی همون نزد دروازه در سرمون خم کرده و رحمت نگوییم، همین جمشید هم ملال می شود که از خانه من آب نوشید، من اینقدر زحمت و اینقدر تردد و اینقدر تیاری دیدم، بعد اینقدر نوش و نعمت و حتی رحمت چه هم گوییم که در ما روا ندید. پس چگونه خدایی که اینقدر نوش و نعمت میخوریم، این چشم های بینا، این گوش های شنوا، این قدم های استوار، از همه این نعمت استفاده بریم، خدا را اگر شکر گزاری نکنیم، یادآور نشویم، آیا خدا را در غضب نمیاریم؟ از این خاطر الحمدلله خدا را شکر میگویم که برادران عزیز، ما در یک لحظه نشستیم که گفتی حضرت مولوی که هر سحر برخیز ای دیل خدمتی جبار کن، گر توانی بعد خدمت گریه بسیار کن، گریه و زاری عجب سرمایه درگاه اوست، هر دم صبح سعادت خیش را بیدار کن. خدا را شکر که این صبح ما چی صبحی با سعادتی بوده است، چی صبح خیری بوده است که در نقش حیات ما این صحیفه نامه اعمال ما گویم با یک حرفای زرین نویسانده می شود که این لحظه شما بسیار لحظه پرقیمته که شما در داخل این از خالقتان، از رازقتان، از آفریدگارتان شما یادآور شدین. برای همین شیخ سعدی برادران عزیز، اگر اونا کمی درشت هم گفته باشند، من سخن شیخ سعدی را زبانم نمیگرده که گویم درشت گفته است، زیرا اونا همه غمخوارهای ما بودن. اونا میگفتن که بگفتم تلخ تا شیرین شوی زود. من تلخم که گفتم به خاطر شیرین شدن میگم، من به خاطر غرض ندارم، دشمنی ندارم، یگان بد اندیشگی ندارم. در مردم تاجیک ما هم میگوین که دوست میگه تبروار، دشمن میگه شکروار. دشمن همه وقت شکروار میگه، ها بچم بزه بگر، ای بچم پروا نکن، ای دنیای 4 روزه، ای چی کار میکنی فلان، این دشمنه. ولی دوست این خیل نمیگه، بچم آداب تا خوب کن، بچم بیراگرد نشو، بچم کلانتر احترام کن، بچم خداوند شناس. اینا میگن دوست. دوست همه وقت چی میگفته است؟ تبربار میگفته است، اگر چنده که بعضی نصیحت ها برای بعضی ها ناراحت می نماید، ولی بزرگان میگن تلخ گفتن من به خاطر شیرین است، شیرین شدن است، به خاطر خوب شدن است. برای من خواجه حافظ میگفت که در آن مجلس که سخن از می و معشوق نرفت، که همان بانگهی گاو و خران خواهد بود. برادران عزیز، این سخن خواجه حافظه. اگر در وجود ما یک مبادای ناراحتی پیدا شد، شما به روح خواجه حافظ مراجعت کنید، به من نی. یکی مبادای از ما ملال نشوین که نخواه که یک معرکه ما بانگهی گاو و خران باشد.
این خواجه حافظ بر روحش مراجعت کو، هر چی داری از دشمنی داری گفتگو داری با روح او گپ زن. این سخن حاجی میرزا نیست. برای همین بزرگان ما را هم تا اشاره ها کردن که دوستای خدا کوشش کنین که شما در حلقه هاتان حلقه های علمی باشه. این قدر دلالت ها ببینین از سردار دولت من سرکردگی تا تمامی اون نفری که هست، همه فقط حلقه علمی، علم علم علم. برای اگر مثال ماها که به علم باشید، نادان باشید، به معرفت باشید، آخه در همین جامعه هم زندگی کردن من حتی خطا می شود. حتی شیخ سعدی از سخن افلاطون می آورد که گفت افلاطون دانا وقتی مردن، حیف دانا مردن و صد حیف نادان زیستن. هزار حیف که دانا میمرد و نادان زندگی میکند، حیف گفتن. حتی حیات گفتن حق آدمی دانا و با فهم. در حیات آدمی نادان و آدمی در غفلت، حیاتش حتی گفتن برای اون ناروا و خطا. خدا را شکر میگوییم که برادران عزیز و گرامی، این لحظه ها از ما و شما چه لحظه های خوبه، چه لحظه های نیکه که حتی ناصر خسرو هم در کلیاتش میگفت که همین لحظه ای که ما نشست داریم، میگفت این مثل هوا و مثل نفس است. اگر انسان بی نفس و بی هوا ماند هلاک می شود، انا همین نشستهای ما، همین گفتگوهای ما هم مثل باد و هوا برای همگان ما و شما لازم و درکار. شما اگر هر جا نشستین برادران عزیز، اگر خواهشاتون از استفاده یک معنویات پیدا شد، انشاءالله برای شما بسیار خوبی و نیکی ها دارد. شیخ سعدی می گفت گلی خوشبوی در حمام روزه رسید از دست محبوب به دستم. یک تیکه لای در دستم زد، هم بوی خوشی داشت که گلی خوشبوی در حمام روزه رسید از دست محبوب به دستم. بعدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویزی تو مستم. اینقدر بوی زیبا داره، اینقدر بوی نیک داره، حتی از بوی تو من مست شدم. تو مشکی، تو عبیری، تو چی؟ اینا تمثیلم برادران عزیز. شیخ سعدی با این لای قوت گپ زدن نداشت، فقط این تمثیل مثال میزند که ماها عبرت گیریم. بگفتا لای به زبان آمد، خاک به زبان آمد، بگفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، جمالی همنشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم. گفت این بوی خوش، این معرفت، اینه که من در دست تو عزیز شدم، اینقدر معتبر شدم، این گفت به خاطر آن است که من با گل هم نشین بودم. این کمال و جمال همان گل در من اثر کرد و من به این مقام و مرتبه رسیدم، و الا من همان یک توده خاکی هستم که در چشم انسان نظر ناگیر هستم. سبب کراماتش در چی؟ با گل نشست. نشستنی با گل، نشستنی با انسان شریف و دانا، برادر عزیز، آدم مقام و مرتبهش بالا میکرده است. دیگر سخن شیخ سعدی این سخن تقویت میبخشد. جامعه کعبه را که میبوسند اون از کرم پیله نامی شد. او چادر سیاهی که در خانه کعبه میبینین که مردم حاجی ها دست در همو میزنن که دستاشون در همو پرده زنن یا از همو یک پارهش تبرکن گیرن، میگه این قد تلاش مردم به این پرده بهر چیست؟ آخی وای ریشتش ریشته قیمت باشد یا متریالش متریال قیمت باشد؟ وای چرا اینقدر مردم برای این پرده سیاه تلاش دارن؟ سبب در چیست؟ میگه جامعه کعبه را که میبوسند
او نه از کرم پیله نامی شد. با عزیز نشست روز چند، لاجرم همچون او گرامی شد. میگه این پرده هم فیض و خوبی هاش به خاطر خانه کعبه. با کعبه که می نشیند این مرتبه و این بوسیدن و این دست درازی ها را پیدا کرده است. پس برادران عزیز، مقصدی منم از آوردن، من در زیر هر یک مصرعی که بیان میکنم آیت و حدیث، اینا همش معنای آیت و حدیث هست. حضرت مولوی میگو که زی مضمون حدیث و از کلام الله است اشعارم. زبان باز سر دویدن گوهر از کام زبان، قلم باز سر دویدن گوهر از کام زبان گیرد. مورا خداوند در سوره کهف میگه واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. مورا پروردگار دلالت میکند که با کیها شما همنشین و دوست باشه. برادران عزیز، همین جمشید برادر ما وقتی که وارد بازار می شود ببینین بهترین آنچه در دسترخوان است بهترین جدا میکند. بهترین میوه، بهترین عسل، بهترین دانگی، بهترین نان، فقط بهترین میکند. چرا ما در حیات برای خود بهترین همنشین جستجو نکنیم؟ برادران عزیز، ما باید با خودمون در دنیا هم بهترین همنشین داشته باشیم. ولی بهترین همنشین، من از زبان پیامبر میگم، پیامبر کی گفت بهترین همنشین کیست؟ لا تصاحب الا مؤمن. پیامبر گفت آن کسی که در تو خیانت نمیکند، رفیقیش رفیقی جدی است، آن کسی که ایمانی با خدا دارد، آن کسی که از خدا میترسد. در خدامون میگیم که تاجیکا میگیم که بترس از کسی که نمیترسد از خدا، از نفری که بترسین که وقتی وای از خدا نترسد. پس معلوم میشود است که ما باید در پهلومان نفری را من شریکی خود قرار دیم، دوستی خود قرار دیم که این بنده خدا هر لحظه از خدا میترسیدگی باشد. برادران عزیز، انسان از خدا ترسد، خواه در خلوت خواه در آشکارا، همیشه یک رنگ است، همیشه یک رنگ است. خدا را حاضر و ناظر میبیند. ولی اگر آدمی که از خدا نترسد در بین ما، شاید شکلش دیگر است، پسی پرده شکل دیگر دارد. لیکن حکومت ایمانی، حکومت خدا ترسی انسان در همه حالت در یک موقع نگه می دارد، موقعش عوض نمی کند. حضرت نوح پیغمبر اولوالعزم بود. برادر عزیز، اولوالعزم بچه داشت به نام کنعان. بین قرآن میگه کنعان فرزند نوح از دنیا کافر گذشت، از خاندان پیغمبر. برادران عزیز، پدر پیغمبر بچه دین ندارد. برای چی؟ برای آنکه صاحب تفسیر حسینی، حسین واعظ کاشفی میگفت پسر نوح با بدام بنشست. ببینین اونا علت چه میگن، سبب چه میگن؟ پسر نوح با بدام بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روز چند پی نیکان گرفت و مردم شد. در دورهای دقیانوس، وقتی دقیانوس دعوای خدایی کرد، اگه این خیلی آدمای به معرفت زیادن در عالم گذشتگی که دعوای خدایی میکنن، بعدن 6 یا 7 نفر همراه همون سگی که بود از همون دیه بیرون شدن که اینجا در غضب خدا میشود. وقتی در هر موضعی که برادرای عزیز با امر خدا، با حکم خدا اگر مجادله و مناظره و مناقشه و اگر ناپسندی پیدا شد، خدا پرده کنه، اون موضع در غضب خدا می آید. اینا ترسیدن بیرون برآمدن، سگم از دنبالشان رفت. حسین واعظ کاشفی میگه که همین سگ که دنبال آدمای خوب گرفت و که اینا با یک نیت خوب برآمدن که این آدم ابله شده است، رهبر ما و این دعوای خدایی کرده است، غضب نشود، گفته همین سگم روز قیامت در یک روایت خداوند او را به آدم مبدل میکنه و جنتش میبرد. میگه
سگ دنبال آدم گرفت، آدم شد. ولی آدم فرزند نوح دنبال آدمان بدکردار گرفت، بیدین و بیدیانت شد. ببینین با بدان کم نشین که صحبت بد، واعظ کاشفی میگفت با بدان کم نشین که صحبت بد گرچه پاکی تو را پلید کند. هرچند برادر عزیز 10 مکتب خوانده باشی، معرفتت بلند باشد، دیپلمای عالی داشته باشی، هرچی باشی، بزرگان میگن اگر با آدم بد نشستی، این بیهوده تاجیکای ما میگفتن که مثال آدم اگر با بد نشیند یا با دگ نشیند سیاه شود. با بدان کم نشین که صحبت بد گرچه پاکی تو را پلید کند. آفتاب برین بزرگ را پاره ابر ناپدید کند. ابر بینید میگه یک لحظه با آفتاب میشیند دنیا تاریک میشود. جمشید برادر ما را به این خرسندی که از جانب فرزندش دارد تبریک و تهنیت میگویم و از خدای مهربان خواهان او میشوم که خدا این فرزندی خوب گرداند، باغ پدرش گرداند، نه داغ پدر. از همین جمعیتی که ما حضور داریم کی در وجودش خواهان ای است که فرزند او را احترام نکنه، دستش نگیره؟ کی؟ همه جانکنی های ما برای این است که من در یک سین سالی لازمه که رسیدم فرزندم دست مرا گیره. ولی پیامبرمان گفتن بهترین هدیه برای فرزند، ولی امروز عصر 21 شده است، ما عقل گرایی ممسیو بلند شده گیه. فرزند برای روز تولدش چی چیز خرسند میکند؟ خب انچه به عقل تر باشه ماشینش میتیم یا خانهش میخریم یا زنش میتیم، خورترک باشد یگان ولسیپیدش میخریم، یا چیز میتیم که همین فرزند از ما خرسند شود. ولی پیامبر میگه بهترین هدیه برادرای عزیز، این گویم فلسفه دینه، سخن پیامبر رو ببینین. پیامبری که خواجه حافظ میگفت که این مکتب نرفت و خط ننوشت. سوره عنکبوت میگه تا زمان حیات پیغمبر خط گرفتن نامش نویسانده نمیتونست. این معجزه الهی بود که با همین خیل شخصیت دنیا را در روی اسلام در روی دنیا منتشر کردند. این قدرت الهی بود، این معجزه الهی است. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموزی 100 مدرس شد. این امروز اگر برادرای عزیز ما از یک نفر پرسیم بهترین هدیه برای فرزند چیست، امروز عقل ما همین قم میگیرد، میگیم خیلی یک ماشین اینم پیش از برآمدگی هدیهش کن، ایده دیگه هدیه پیش چی میشد؟ پیامبر میگه بهترین هدیه برای فرزند تربیه خوب. ببینید تربیه خوب بهترین هدیه برای فرزند. شیخ سعدی میگه زنان باردار ای مردی هوشیار، اگر نزد ولادت مار زایند. آوازه میشه که مقصد در خوجن یک زنک حامله دار بود و یک مار تولد کرد. همه تعجب ده میگه، صیغه تعجب های همه تعجب ده، این مار تولد کرد. زنان باردار ای مردی هوشیار، اگر نزد ولادت مار زایند. شیخ سعدی میگفت از آن بهتر به نزدیکی خیرتمند که فرزندان ناهموار زایند. همون مار بهتر، همون مار تولد کرد خیلی خوب از اویی که فرزند ناهموار به دنیا میارد. بزرگان میگن اگر مادر با یک دستش گهواره را جنباند، با یک دست دیگرش دنیا را تکان میتید. زیرا این فرزند نامعلوم که از جمله اوباش میشود یا از جمله خدمتگار میشود. ما این تا فرزندای داشتیم که دنیا را سوزانیدن،
با فرزندی داریم که دنیا را آباد میکنن. مادر تکانی دادگیش. زین خاطر برادران عزیز و گرامی، اگر از فرزند امید داریم، فرزندا را تربیه های خوب کنین، فرزندا را انشاءالله تعلیم و تربیه نیکتین. پیغمبر خدا میگه اولین کلمه ای که وقتی که فرزند زبانش کشاده میشه، ما بسیارتر کوشش میکنیم که مثال کو مقصد پدر بگو، مادر بگو، یا اپا بگو، یا اکا بگو. پیغمبر میگه که اگر شما خواهید که این فرزند آیندهش نیک شود، اولین کلمه ای را که زبانش میکشاید دلالتش کن که بگو لا اله الا الله. به همین کلمه میگه زبانش بکشا. از اول همو بزرگان میگفتن گرگزاری خشت اول بر زمین معمار کج، گر رساند بر فلک باشد همون دیوار کج. از همینجا سر میشود. خدا پدر جمشید جان هم رحمت و مغفرت کند. برادرای عزیز، شیخ سعدی میگو که خواهی که خدای از تو خوشنود شود، سرمایه عمری تو همه سود شود، در بند ریزای پدر و مادر باش تا جمله گناهت همه نابود شود. پدر و مادر را احترام کنین، پدر و مادر را قدردانی کنین، پدر و مادر را دعاشون نگیرین که برادرای عزیز اینا هم غنیمتن. ما به قدر پدر و مادر را بسیار کم میرسیم. مردم ما تا حال هم فهمیشی احترام پدر و مادر را فقط در یک صورتی در همه قالین گذاشتنش داره تمام. پدر و مادر را همیشه راضی کنین، دعاشون نگیرین. همین دست شبر داره بگد بچه‌م خدا برکت تیاد، همینش از دنیا و آنچه در دنیا است برای تو بالاتر است. زیرا پیامبر میگه 3 دعا در نزد خداوند رد نمیشه، یکی دعای مهمان، یکی دعای مسافر، یکی دعای پدر و مادر. 3 دعای هست که نزد خدا و نزد بنده پرده ندارد. خدا همه شما را عزت دنیا و آخرت یادو. انشاءالله استاد ما هم اینجا حضور دارن. خدا خواه با طعام هاتون شما مده کردن گیرین، طعام ها هم خوردن گیرن. اکو گفتی هم محمد صاحب ایرانی اکو آخرش ده به همی انجام شدیم، زیرا که دهنی ما هم گرم شد. بعد گفتی هم بچه ها ترموز هم نداره دیگه، هم رفتن میگیره انشاءالله. برای من محمد صاحب ایرانی میگفت که یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیشی کور است. برای آدمی که اگر خواه که فهم گیرد، دانش گیرد، آداب گیرد، اخلاق شد، گویم که چند گرادوس اگر تغییر دادنی باشد، یک نکته بس است. و الا اگر 1 ساعت نه 2 ساعت 3 ساعت کی صحبت شود، وقتی که وای پروا ندارد، اهمیت نمیتید، گفتن ورنه چو چراغ پیش کور است. آدم کور در چراغ چه حاجته؟ بازم شما را برادرای عزیز خدا از کلی آفت ها نگه داره. و خیلی گفتیم دعای مهمان قبول است. ما همچون به حیث مهمانیم، خداوند در این شهر خوجند فیض و برکات نازل آفره و همه بلا و مشکلات و سختی ها را خدا از سر هر یک خواجگی این مردم خوجند دور کنه. در بین این مردم اتحادی و وحدت و دوستی و خوبی ها را همیشه حکمران خدا نگه داره و همه بدبختی و بد اندیشگی که به این مردم و به این ملت باشه خدای مهربان با فضل کرمش دور بگردانه و این مردم از همه بالاتر در قلبهاشون خداوند حیبت خودش را، وقار خودش را، ترس خودش را خداوند جای گردانه و همه آن آرزو و امیدهایی که در دل این جمعیت و این مردم است خداوند با فضل کرم خودش حاصل گرداند. و این برادر ما جمشید هم که خیلی همت کردن، تکلیف کردن از یک راهی دور، مثال مهمان و گوسیل کردن و روان کردن، اینم یک خیلی گویم غیرت است، همت است. برای این برادر ما جمشید هم خداوند از کلی آفت‌ها نگه داره و همه مقصودهای نیکی که دارد خداوند با فضل کرمش حاصل گرداند. اللهم اعین علی ذکرک
و شکرک و حسن عبادتک. آمین. السلام علیکم و رحمت الله. برادران عزیز و گرامی، از بس که این فرصت های ما خیلی اندکن، از فرصت های استفاده برده از کیدوم انشاءالله خواهش میکنیم در برابر طعام خوردن ما و شما میتونید که با حضور طعامتون خوردن گیرید و داملا هم یکون چیزی از تبریکات یا یادبودی پدر جمشید چیزی را بیان میکنن. حضرت مولوی میگفت ای مؤمنان روی به سوی احد کنید، ای مؤمنان روی به سوی احد کنید. امروز فکری توشه خوابی لحد کنید. فردا مگو که پیک اجل میرسد شتاب، این دم غنیمت است فدای صمد کنید. چقدر با یک زبان عادی و با یک کلمه های خیلی ساده برای ما توصیه و نصیحت های خوب کردن که مقصد فرزند آدم همین دم غنیمت های، همین دم تا مقصد بیهوده نگذران. شیخ سعدی می گفت ای که بر پشت زمینی همه وقت آنی تو نیست، ای که بر پشت زمینی همه وقت آنی تو نیست. دیگران در شکم مادر و پشت پدرند. اون فرزندایی که در شکمای مادر و پشت پدرند، اونا منتظرند که تو جا را خالی کنی و با اونها در جای تو بیاین. برای این برادران عزیز و گرامی، خواهشی آخرانی که داشتیم همین بود که همیشه مردهای با خدا باشیم، اصلاح شده باشیم و از جمله مسلمان های باشیم که از دست و زبان ما و شما کسی آزار نیابد و زندگی کنیم که هیچ وقت از یاد کسی هم بیرون نباشیم. شیخ سعدی می گفت چنان زی که ذکرت به تحسین کنن، چون مردی نه بر گورت نفرین کنن. انسان باید همچنان زندگی کند که همیشه یادش که شد بگن خدا رحمت کند، بهترین انسان بود، خوبترین انسان بود. خود میدونین یک دوره دموکراتی هم شده است، حتی آدمی گنده را در گور شوان میگه خدا این گوری را پرای علاو کنه که به حد آدمی بدبخت بود، بسیار آدمی سخت بود، در گورت حتی حقارتت میکنن، باور کنین. برای همین کوشش کردن در کار که ما همین خیلی زندگی داشته باشیم، همین خیلی حیات گذرانیم که هم اطرافی ها خوشنود، هم خداوند رضا. یکی پیوسته در عصیان روی، گر بمیری همچنان پزمان روی. نیک باید زیستن تا وقتی مرگ، دیگران گریند و تو خندان روی. باید انسان همچنان زندگی کنه. حالا از حضرت داملا خواهش میکنیم چیزی برای ما و شما نصیحتی داشته باشند تا که سبب هدایت و سبب انکشاف عقل و فهمش ما و شما شود. مرحمت. نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم. در حمد تو اگر سری هر مو زبان کنم، در حمد تو اگر سری هر مو زبان کنم، هر عضو را
به ذکر تو 100 دهان کنم، از اشتیاق تا دم محشر فغان کنم، خونابه ها ز هر سر مژگان روان کنم، اینها کم است زان که نگوید چیکار کرد. بعد حمد خدا و درود و رحمت بی پایان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدران و برادران خیلی هم عزیز و گرامی، اولا خاندان اکای جمشید جان دعا میکنیم که الله ذوالجلال پدرشان رحمت و مغفرت بکند و قبرش را پر نور بگرداند و الله ذوالجلال باز این فرزندی که امروز توی ختم سوری و از خداوند عمر درازی با برکاتی با توفیق و سعادت دنیا و آخرت نصیب روزیش بگرداند با فضل و کرم خودش به رحمتی که یا ارحم الراحمین. این سحر بسیار سحر پرفیض و با برکاتی بوده است که الحمدلله خیلی هم سخنهای خوب از آیه های کریمه و احادیث نبوی و پندهای نیاگان ما شنیدیم. یه گفتن که من جلس عند العالم ساعتین او اکل معه لقمتین او سمع منه کلمتین او مشى معه خطوتين آتاه الله جنتين كل جنة مثل دنیا مرتين. بیان می شود که هر کسی که کدام روز و ماه و سال و هر کدام وقتی که باشد همراه یک عالم 2 لحظه بشیند، خواه 10 دقیقه باشد، خواه نصف ساعت باشد، من جلس عند العالم ساعتين او اکل معه لقمتين، یا 2 لحظه بشیند یا 2 لقمه همراه یک عالم بخورد، او سمع منه کلمتين، یا 2 کلمه از او بشنود، او مشى معه خطوتين، یا 2 قدم همراه او بزند. از همین ها یک تشه بکند، یا 2 لقمه بخورد یا 2 کلمه بشنود یا 2 لحظه بنشیند. آتاه الله جنتین، خدا به او بنده 2 جنت عطا میکند. کل جنت مثل دنیا مرتین، 2 جنت عطا میکند خدا به او بنده که هر یک جنتش 2 برابر همین دنیا هست. این فضل و مرتبه برای کسی هست که از همین یعنی وعده ها خدا بر او نصیب کرده باشد. البته که این معرکه که الحال ما و شما نشستیم، روحی پدر برادر عزیزمون جمشید جان خیلی هم شاد می شود که در یادبود او بغیر از صدقات و طعام و آب و نان و دیگرها با سخن خدا هست و سخن رسول الله هست. روح پدر شاد می شود، روح پدر خشنود می شود. روح هیچگاه نمی میرد، هیچگاه نیست نمی شود. روح در کتاب روح ابن قیم جوزی رحمت الله علیه که کتاب خیلی هم عالی بزرگی هست که در اون بعضی از سیر و بعضی از اسرار وجود دارد که همه او البته گفتنش ضرورت ندارد، چون که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث به همه ما و شما امتانش تاکید کرد که کلم الناس علی قدر عقولهم، و مردم سخن کنید مقدار عقل اونها نه مقدار عقل خودتون. در کتاب روح بیان میکند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که به زیارت قبرستان میرفت سلام میداد، السلام علیکم یا اهل القبور، السلام علیکم دار قوم مؤمنین. به چند لفظ حدیث آمد از پیامبر سلام میداد. مجتهدین میگن که اگر به شرطی که روح نشنود و نبیند و نداند، پس سلام پیامبر چی معنا دارد؟ پس پیامبر به یک توده خاک سلام داد؟ نه، بلکه روح و روان اونها همه وقت آگاه هستند.